أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب امام نووی در کتاب ریاض الصالحین میگوید که باب العفو والاعراض عن الجاهلین، یعنی باب در مسئله عفو گذشت کردن و روی گردانیدن از جاهل ها، یعنی سر به سر نشدن با انسان های جاهل. پس این باب در این مسئله برای ما امام نووی رحمه الله در این باب دلایل تقدیم میکند. اول چند آیت میارد، بعد از اون میگذرد به قسم حدیث ها. میگد قال الله تعالی، گفت الله سبحانه و تعالی خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، یعنی که الله سبحانه و تعالی میگه که خذ العفو، یعنی عفو رو بگیر، و امر بالعرف و امر کن و فرمان بده به کارهای پسندیده و کارهای نیک. عرف یعنی کارهای خوب و کارهای پسندیده. و اعرض عن الجاهلین، و روی بگردان از انسانهای جاهل، از جاهلان روی بگردان. خب این یکم آیت درباره این باب، در زیر این باب. دویم آیت و قال تعالی، میگه الله سبحانه و تعالی گفته است که فاصفح الصفح الجمیل. فاصفح یعنی که پس گذشت بکن، گذشت کردنی بزرگ، گذشت کردنی زیبای. فاصفح الصفح الجمیل یعنی گذشت کردنی جمیل زیبای، یا میتونم بگم جمیل به معنی بزرگ هم میشود، یعنی که گذشت کردنی بزرگ یا گذشت کردنی بزرگوارانه. تو از مردم گذشت کن، مردم را ببخش، عفو گذشت برای مردم تقدیم کن. بعد از این آیت سیم رو میارد، میگه و قال تعالی، و گفت الله سبحانه و تعالی وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحیم. وليعفوا یعنی باید عفو بخشش بکنند، گذشت بکنند. وليصفحوا باید یصفحوا یعنی که اینش به معنای گذشت کردن، یعنی که به معنای چشم پوشی کردن، باید چشم پوشی بکند، جو باید گذشت بکند. ولی عفو بکنند. ولی یصفحوا یعنی که گذشت بکنند یا چشم پوشی بکنند. الا تحبون ان یغفر الله لكم، آیا شما دوست نمی‌دارید که الله ببخشد شما را؟ الا تحبون، آیا شما دوست نمی‌دارید ان یغفر الله لكم، این که ببخشد الله سبحانه و تعالی شما را؟ والله غفور رحیم، الله سبحانه و تعالی بخشنده مهربان است. الله بخشنده و مهربان است. خب بعد از این آیت بعدی را میرد، آیت 4 را میگه و قال تعالی، و گفت الله سبحانه و تعالی والعافین عن الناس والله يحب المحسنین، یعنی که و بخشندگانی، یعنی انسان‌هایی که بخشنده هستند، عن الناس یعنی از مردم، گناهان مردم رو کسانی که میبخشند. والله يحب المحسنین، الله دوست می‌دارد انسان‌های نیکوکار رو. یعنی بخشیدن گناه یک است اگر در حق خود انسان باشد، این چی است؟ نیکویی است. برای میگه والله يحب المحسنین، الله دوست می‌دارد انسان‌هایی که نیکوکار هستند. و آخرین آیت رو میارد، میگه و قال تعالی، و گفت الله سبحانه و تعالی ولمن صبر و غفر ان ذلك لمن عزم الامور، و حتما کسانی که صبر میکنن و حتما کسانی که گذشت میکنن، غفرانی که میبخشند و گذشت میکنن، ان ذلك لمن عزم الامور، هر آینه این از جمله عزم امور هست، یعنی از جمله کارهای پسندیده و کارهای بزرگی هست که انسان به خودش این دو صفت را داشته باشد، صفت صبر و صفت بخشیدن و گذشت کردن را. پس این دو صفت بزرگی هست. خب والآیات فی الباب کثیرة معلومه، آیات ها در این باب میگه بسیار هستند و معلوم هستند، یعنی که آیات خیلی زیاد هست که درباره عفو و اعراض عن الجاهلین بیاریم، آیات بسیار است. خب اکنون میگذرد در قسم حدیث، میگوید و عن عایشه رضی الله عنها انها قالت للنبي صلی الله علیه و سلم، از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت است، هر آن حضرت عایشه رضی الله عنها گفت برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم
هل اتى علیک یوم کان اشد من یوم احدین، یعنی آیا اتى علیک، یعنی گذشته است بر تو روزی که گذشته باشد بر تو روزی که کان اشد من یوم احدین، یعنی باشد همان روز سختتر از روز احد دیده. یعنی یوم احد، جنگ احد بسیار روزی سخت بود که برام خاطر حضرت عایشه رضی الله عنها پرسان میکرد آیا روزی گذشته است که از روز احد سختتر باشد و از منتر باشد؟ قال، پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که لقد لقیت من قومکی، واقعا میگه دیدم از قوم تو، یعنی گذشته است واقعا روزهایی که از قوم تو دیدم. و کان اشد ما لقیت منهم یوم العقبه، و بود سختتر از آنه که دیدم از قوم تو روز عقبه، یعنی قوم تو من را خیلی عذاب سخت دادگی است. فهمو؟ از روز عقبه دیده از قوم تو من، یعنی که عذاب سختتر، روزی سختتر را گذراندگی هستم. اکنون بیان میکند چی روزها را. اذ عرضت نفسی على ابن عبدیا لیل ابن عبد کلال، میگوید که تقدیم کردم نفسم را، یعنی رفتم به نزدی علی، بر نزدی ابن عبدیا لیل ابن عبد کلال رفتم. نام شخص ابن عبدیا لیلا ابن عبد کلال، یعنی نام همین شخص. میگه نزد همین شخص رفتم. فلم یجبنی الی ما اردت، پس من فلم یجبنی، نه که مرا قبول نکرد، اجابت نکرد، قبول نکرد. الی ما اردت، با اون چیزی که من میخواستم، یعنی اون چیزی که من میخواستم که قبول بکند قبول نکرد. فانطلقت و انا مهموم علی وجهی، پس میگه من رفتم در حالی که من مهموم بودم، یعنی غمگین بودم. علی وجه، یعنی بر رویم، در روی من غمگینی آشکار بود. غم و دشواری میگه در روم آشکار بود. میگه انسان غمگین سر خمقتی فلم استفیق الا و انا بقرن ثعالبی، میگه فلم استفیق، یعنی به خود نیامدم. فلم استفیق، یعنی قبولم که نکرد همین شخص، پس میگه فلم استفیق، پس من به خود نیامدم الا و انا بقرن ثعالبی، مگر اینکه من میگه در قرن ثعالب رسیدم. در قرن ثعالب مکانی. خب میگه در همون جا که رسیدم فرفعت رأسی، پس میگه برداشتم سرم را. فاذا انا بسحابه قد اضلتنی، پس ناگهان میگه من دیدم بسحابه، یعنی که ابر را که قد اضلتنی، واقعا سایه کردگی بود بالای سر من ده، یعنی ابر اومدگی بود مرا سایه میکرد. فنظرت فاذا فيها جبريل علیه السلام، پس نگاه کردم، پس ناگهان در اون جبرئیل علیه السلام رو دیدم. فنادانی فقال، پس میگه حضرت جبرئیل مرا فریاد کرد و گفت که ان الله تعالی قد سمع قول قومک لك، میگه که هر آینه الله سبحانه و تعالی واقعا شنید سخنی قومت رو با تو، یعنی تو با قومت چی حالت را سپری کردی و گذراندی، الله از تو شنیده. و ما ردوا علیک، و آن پاسخی که برای تو دادن، یعنی الله اون رو هم شنیده. و قد بعث الیک ملک الجبال لتأمره بما شئت فیهم، و قد بعث، حضرت جبریل میگه که واقعا فرستاده است الله سبحانه و تعالی الیک ملک الجبال، یعنی برای نزد تو به سوی تو ملک الجبال، ملائکه کوه را، ملائکه کوه را برای نزد تو فرستادگی است. لتأمره بما شئت فیهم، تا اینکه امر بکنی تو همون ملائکه کوه را بما شئت فیهم، به هر آن چیزی که میخواهی درباره قوم. فهمو؟ برای قومت هر چیزی که میخواهی اکنون فرمان بده، ملائکه کوه انتظارت است. فنادانی ملک الجبال، پیغمبر میگه پس مرا فریاد کرد همون ملائکه کوه خودش. فسلم علی ثم قال، پس میگه مرا سلام داد و بعد سلام گفت یا محمد ان الله قد سمع قول قومک لك، گفت ای محمد صلی الله علیه وسلم هر آینه الله سبحانه و تعالی واقعا شنید سخن قومت رو به تو، یعنی قومت هر اون چیزی که ترا گفت الله شنیده.
و انا ملک الجبالی، و همون ملائکه خودش گفت که من ملائکه کوها هستم. و قد بعثنی ربی الیک، گفت واقعا فرستاده است مرا پروردگارم به نزد تو، یعنی الله مرا امر کرد که من به نزد تو بیام. لتأمرنی بامریکا، تا اینکه امر بکنیم تو من را به امر خودت، یعنی هر آن چیزی که تو میخواهی به همون چیز مرا امر بکنی. فما شیتا، پس چی میخواهی تو، یعنی چیکار کنم؟ پس من ملائکه کو هستم، کو را چیکار کنم؟ پس ملائکه گفت این شیتا اطبقت علیهم الاخشبین، گفت که اگر که تو بخواهی ای پیغمبر، اطبقت علیهم الاخشبین، یعنی میرزانم بر بالای سر اونها اخشبین را، یعنی دو کوه را در دو اطراف مکه که کوهایی که بود، اگر که تو بخواهی پس همون کوه را در بالای سرشون چپه میکنم. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که بل ارجو ان یخرج الله من اصلابهم من یعبد الله وحده لا یشرک به شیئا. گفت بل نه، یعنی که نمیخواهم، بلکه ارجو، بلکه من میخواهم، امید دارم، ان یخرج الله من اصلابهم، یعنی ببرارد الله تبارک و تعالی از نسل های این قومم، من یعبد الله وحده، کسانی که تنها الله را عبادت میکنند، لا یشرک به شیئا، شریک نمیارم به الله چیزی را. یعنی گفت نه، چپگردان نکن کو رو، بلکه من میخواهم الله سبحانه و تعالی از نسل این قوم انسانهای عبادت کننده تنها الله رو، شریک نمی آورندگی رو الله خلق بکند. خب بعد از این حدیث متفق علیه، حدیث 642. و حدیث 643 و عنها قالت، یعنی از حضرت عایشه بود نه؟ بله. و از حضرت عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت ما ضرب رسول الله صلی الله علیه و سلم شیئا قط بیده، میگوید که حضرت عایشه میگوید که نزده است رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی را هرگز با دستانش، با دست خودش رسول الله زدگی نیست. ولا امرأة ولا خادمه، نه زنی را زدگی از پیغمبر و نه خدمتگار را زدگی است، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی را زدگی نیست، نه زن و نه خدمتگاری را. خب الا ان یجاهد فی سبیل الله، مگر اینکه جهاد میکرد در راه الله، یعنی که اگر لازم میشید در راه الله برای دین الله، پس زدن هم میکرد، هر چیزی که بگیم حلال بود و شریعت اجازه دادگی بود رو انجام میداد، مگر اینکه جهاد میکرد در راه الله. و ما نیل منه شیء قط فینتقم من صاحبه، و چیزی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نرسیده است که انتقام گرفتگی باشد پیغمبر صلی الله علیه و سلم از صاحبش، یعنی اگر کس به پیغمبر کار کردگی باشد و پیغمبر بعداً قصد گرفتگی باشد، انتقام گرفتگی باشد، میگه پیغمبر این کار کردگی نیست. الا ان ينتهك شیء من محارم الله تعالی، مگر اینکه پاره کرده شود چیزی از شعارهای دین الله، یا که از دین الله تبارک و تعالی پایمال کرده شود چیزی از احکام های دین الله تبارک و تعالی، فینتقم لله تعالی، پس انتقام میگرفت برای الله تبارک و تعالی، یعنی برای دین الله انتقام میگرفت، اما برای خودش، برای نفس خودش میشد این دا انتقام نمیگرفت. چرا؟ زیرا اینکه انسان در نفس خودش اختیار دارد، یک از ظلمت میکند اختیار داری که ببخشیشه، یعنی اختیار در دست خودت است. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم از این حساب از حق خودش گذشت میکرد، اما وقت دین الله میشد، بگیم پایمال دین الله میشد، خلاص پیغمبر دیگه در این صورت غیرتش بالا و دیگر بخشیش فراموش میکرد. چرا؟ زیرا اینکه این پایمالی در دین الله هست، دیگر وجود بخشیش، یعنی حق پیغمبر نیست که ببخشدش، بلکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم انتقامش میگرفت. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده است. بعد از این حدیث 644 و عن انس رضی الله عنه قال، یعنی از انس رضی الله عنه روایت است که گفت كنت امشی مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی بودم میرفتم همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم، برد نجرانی غلیظ الحاشیتی،
یعنی که و علیه، یعنی بر بالای پیغمبر صلی الله علیه وسلم بود برده که یعنی که بگیم جامعه یا که چیزی که از بالا میپوشن، همونه که نجرانی بود، از نجران بود، غلیظ الحاشیه، یعنی که بگیم همون چی میگن ای چیزاش سخت بود یا قش بگیم همینجورش سخت بود. فادرکه اعرابیون، پس رسید به نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک اعرابی یا بادیانشین آمد. فجبذه بردائه جبزه شدیده، پس میگه کشید ردای پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو کشیدنی سخته، یعنی سلطه زده بگیم از پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون ردا رو کشیده گرفت، یعنی کشیده بگیم پیغمبر برای بسینش نگاه کردن. فنظرت الى صفحه عاتق النبي صلی الله علیه و سلم وقد اثرت بها حاشیه الرداء من شدت جبذته. و وقتی که میگه فنظرت، پس میگه نگاه کردم الى صفحه عاتق النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی که به گردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم، وقد اثرت بها حاشیه الرداء، واقعا میگه پای گذاشتگی بود در گردن پیغمبر صلی الله علیه و سلم حاشیه الرداء، یعنی که بگیم همون ردا را از بگیم یاقهش که همین جای غفصه که بگیم میخراشیدگی من شدت جبذتی، از سخت کشیدن همون اعرابی، وقتی سخت سلطه زده کشیده بود همونجا میگه پیمانده، یعنی سرخ کرد بگیم. ثم قال، پس گفت همون اعرابی گفت که یا محمدو مر لی من مال الله الذي عندك، گو ای محمد امر کن لی، یعنی بدهن برای من از مال الله که در نزد تو است. همون مال الله گفت در نزد تو است ای پیغمبر، اکنون امر بکن از همون مال مرا یگون چیز بتیان. فالتفت الیه، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گشت به سوی اعرابی نگاه کرد، یعنی سلطه و زده لباسش که گرفته بود گشت به سویش نگاه کرد و فضحک، پس پیغمبر خندید، یعنی که الکی بخشید این کاری کردگی اون اعرابی را، بلکه در خشم نیامد بلکه خندید به طرفش و ثم امر له بعطاء، پس امر کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدهن وی را بعطاء، یعنی که یگون چیزی براش داده شود. در بعض روایت میگن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتنش که یک شتوری بالاش پری چه بتین خرما بتین، فهمو؟ یعنی یک شتر چند قدر خرماش کم میتونه انمو قدر خرماش بتین، و یک شتر دیگه ده چند قدر جوش کرده میتوند انمو قدر جوش بتین، اگه 300 کیلو 400 کیلو 500 کیلو چند کیلو شتروش کند میگه انا همون قدر جو خرماش داد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. خب حدیث متفق علیه است. بعد از این حدیث 645 و عن ابن مسعود رضی الله عنه قال، یعنی از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت کأنی انظر الى رسول الله صلی الله علیه و سلم یحکی نبیا من الانبیاء صلوات الله و سلامه علیهم، گویا این که میگه من نگاه میکردم به رسول الله صلی الله علیه و سلم یحکی نبیا، پیغمبر قصه میکرد پیغمبری را من الانبیاء صلوات الله علیه و سلامه علیهم، و از پیغمبری از پیغمبرها صلوات الله و سلامه علیهم، ضربه قومه فادموه، زده بود همون پیغمبر قومش، فادموه پس خونالودش کردگی بودن، یعنی همون قومش همون پیغمبر از زدگی و خونالود کردگی بودن. و هو یمسح الدم عن وجهه، و همون پیغمبر میگه میشکید خون را از رویش، یعنی خونه که از سرش میریخت، خونه که در رویش بود همون خونه میگه همون پیغمبر میشکید و میگفت که اللهم اغفر لقومی فانهم لا یعلمون، ای بار الها ببخش قوم من را پس آنها نمیدانند، یعنی که این کار از جهل و نادانی میکنند. گفته در حق قومش حتی دعای نیک میکرد، همون قومی که زده بودنش. حدیث متفق علیه است. و بعد از این حدیث 646 و عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت لیس الشدید بالسرعه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که یعنی پهلوانی با مغلوب گردانیدن رقیب نیست. الشدید یعنی که انسان پهلوان، انسانی
با قوت و انسانی زورمند، به سرعتی، یعنی که به غلطاندن و به مغلوب گرداندن رقیبش نیست. انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب. پیغمبر میگه هر آینه پهلوان الذی، همون کسی هست که یملک نفسه، یعنی که اداره کرده میتواند خودش را عند الغضب، در وقت غضب کردن. وقتی غضبش آمد، غضبش فرو برده توانست، پس اون انسان پهلوان است. حدیث متفق علیه. خب با همین این باب با آخر رسید و بعد از این باب احتمال الاذى، این باب انشاءالله درسی آینده. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و تو درس آینده الله حافظ و مددگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.